بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. ویل لکل همزة لمزة، وای بر هر غیبت کننده و عیب جوی. الذی جمع مالا وعدده، همان کسی که مال فراوانی گرد آورد و آن را شمارش کرد. یحسب ان ماله اخلده، گمان می کند که مالش او را جاودانه می سازد. کلا لینبذن فی الحطمه، هرگز چنین نیست که او گمان می کند قطعاً در آتش در هم کوبنده انداخته خواهد شد. و ما ادراک ما الحطمه، و ای پیامبر تو چه میدانی که آتش در هم کوبنده چیست؟ نار الله الموقده، آتش برافروخته الهی است. التي تطلع على الافئده، آتشی که بر دلها چیره می‌گردد و می‌سوزاند. انها عليهم مؤصده، بیگمان آن آتش بر آنان فرو بسته و از هر سو محاصرهشان کرده است. فی عمد ممدده، افروخته در ستونهای بلند است.